السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما درباره علامت‌های کتابت. علامت‌های کتابت با نحو زبان، با سینتکس زبان و مسائل جمله بندی علاقمندی زیست دارد. بنابراین در وقت آموختن سینتکس زبان تاجیکی پیوسته با علامت‌های کتابت باید تعلیم داده شود، چونکه وظیفه و معنای علامت‌های کتابت در جمله بندی ظاهر می‌گردد. وظیفه علامت‌های کتابت پیش از همه در صحیح به غلط افاده کردن فکر، دوم به غلط خوندن قرائت کردن متن اهمیت دارد. بنابراین در تعلیم زبان به علامت‌های کتابت بیشتر اعتبار داده می شود. علامت‌های کتابت دو نقصان دارد: به ضرورت گذاشتن علامت‌های کتابت، به موقع گذاشتن علامت‌های کتابت یا نگذاشتن علامت‌های کتابت. هر دوش هم غلط. امروز موضوع صحبت ما بر غلط گذاشتن علامت کتابت. این حادثه هم در متن اثرهای بدیعی، حتی در نمونه هایی که در کتاب های درسی زبان و ادبیات آورده شده اند مشاهده کرده می شود. البته در زبان مطبوعات، چون زبان مطبوعات آینه زبان امروزه ماست. شاگردان، کارمندان که وظیفه های علامت های کتابت رو خوب نمیدانند غلط میکنند. اما بدبختی در آن است که این غلط ها با آموزندگان زبان مادری خطر بزرگ پیش می آورند. چند نمونه می خوانم. بعد از به وطن رسیدن علامت ویرگول گذاشته شده است. بعد از به وطن رسیدن آیا محبوبه خود را همچنان که گذاشته بود در خانه می یافته باشد؟ جمله سوالی است. در اول همین جمله بعد از به وطن رسیدن، بعد از به وطن رسیدن حال زمان است. به خبر جمله به واسطه پیشوند ترکیبی بعد از علاقمند شده است. یعنی معنای زمان از علاقمندی بعد از به وطن رسیدن به خبر جمله حاصل می گردد. نمونه دیگر: وقتی با آنها نزدیک شدن ویرگول گذاشته شده است. وقتی با آنها نزدیک شدن یکی از مصاحبان که رتبه پلکونیک داشت به ما مراجعت کرد. ادبیات و صنعت. در اینجا هم وقتی به آنها نزدیک شدن حال زمان است. با عباره مصدری افاده یافته است. با پیشوند نامی اضافی وقتی به خبر جمله علاقمند شده است. بعد از وقتی به آنها نزدیک شدن علامت ویرگول نمی شود. مثال دیگر: مرد خاموشانه توصیه های دختر را گوش کرده بعد رفتنش علامت ویرگول گذاشته شده است. بعد رفتنش رویش را طرف دیوار گردان. مثال دیگر: من پس از 42 سال عمر را در درگاه بیمارخانه ها صرف کردم علامت ویرگول گذاشته شده است. امروز به عنوان همشیره عادی سزاوار شدم. در اینجا
پس از 42 سال عمر را در درگاه بیمارخانه ها صرف کردن عباره مصدری است. به وظیفه حال زمان آمده است. مثال دیگر، دمی از قشلاق چشمه گذشته به دهنه نارک رسیدن، ناگهان دست کمخون بیمدار موسفید به کتف ژینیا گذاشته شد و نهایت به ترس افتاد. از اثر یوسف اکابیروف در اثری بدیعی. دمی از قشلاق چشمه گذشته به دهنه نارک رسیدن عباره مصدری است. کی به وظیفه حال زمان آمده است. متاسفانه در اثرهای بدیعی هم بعضا همین گونه غلط ها روی داده است که البته خواننده از آن سبقی ناشایسته میبردارد. مثال دیگر، دهباشی پس از چیده گرفتن مخارج افطار از نفران خود به ریگستان رفت. در اینجا هم پس از چیده گرفتن مخارج افطار از نفران عباره مصدری است. به وظیفه حال زمان آمده است. مثال دیگر، سگ زیرک توانا با 2-3 بار به قد زمین رفته آمدن این کار را آموخت. در اینجا هم بعد از عباره مصدری ویرگول بر غلط گذاشته شده است. اکنون سبب چیست که بعد از مصدر یا عباره مصدری که به وظیفه حال زمان یا حال خلاف آمده است علامت ویرگول میگذارند؟ سبب یکم است که همین عباره های مصدری را به جمله پیروی حال زمان برگردانیدن ممکن است. در آن صورت بعد از جمله پیرو علامت ویرگول میگذارند، چون که جمله های پیرو از هر جمله همیشه با علامت ویرگول جدا کرده می شود. اما همین ندانستن فرق عباره های مصدری یا خود مصدر از جمله پیروی حال زمان یا حال خلاف نگارنده نویسنده را گمراه کرده است. به سبب ویرگول مانده است. با سبب دیگری هست که متاسفانه در کتاب های درسی ما نگفته ایم، ننوشته ایم. بنابراین شاگردان ما هم نمیدانند. فرض کردن چنین جمله: پگاه در بنای مرکزی دانشگاه ملی تاجیکستان همایش استادان و شاگردان برگزار می‌گردد. این جمله خبری است، اما در چند جا ایست کردن لازم است. همین سببی چرا ایست میکنیم اما علامت ویرگول نمیگذاریم؟ همین رو در کتاب های درسی نگفته ایم. تکرار میکنم: پگاه حال زمان در بنای مرکزی دانشگاه ملی تاجیکستان حال مکان همایش استادان و شاگردان مبتدا برگزار میگردد خبر. اینجا چه حادثه است که این جمله خبری رو با چند ایست قرائت کردن لازم است؟ یکم در بین امروز حال زمان در بنای مرکزی دانشگاه ملی تاجیکستان حال مکان، یکی حال زمان دیگری حال مکان. بین دو حال زمان و حال مکان علاقه گراماتیکی نیست. از همین سبب ایست کردن لازم است. اکنون در بنای مرکزی دانشگاه ملی تاجیکستان همایش استادان و شاگردان بین حال مکان مبتدای جمله نیز علاقه گراماتیکی نیست. بنابراین ایست کردن لازم است. انا همین چیز را تخته جمله گفته‌اند. اگر به همین ایست رعایت نکنیم قرائت جمله غلط می شود. ما این چیز را از زبان مادری آموختیم، ایست می کنیم،
اما در این مورد علامت ویرگول گذاشتن غلطی محض است. هنگام قرائت اثرهای بدیعی حتی کتاب‌های درسیتان به عناوین نقصان‌ها اعتبار دهید که یگان روی داده است و خودتان هم اکنون دانستید که برای چی ایست کردن لازم است اما علامت ویرگول گذاشتن لازم نیست. با همین نیت نیک صحبت امروزه را به آخر میرسانیم.